جا نمیشه آجی، اینجا جا نمیشه. بریم اونور. بچه ها اول از همه این که معذرت میخوام اگه صدام بده، چون پای اون میکروفون حقم نیستم و صدا از گوشی داره ریکورد میشه. این نکته اول. و نکته دوم این که چنل جدید منو حتما سابسکرایب کنید و البته اینستام هم که لینکش این پایین میاد و فالو کنید. برو بریم سراغش ببینیم چیا گرفتیم آجی. خب یه جعبه اینجا داریم، یکی هم اینجا داریم. من اول اینو باز میکنم، فکر کنم این قاب عکسه باشه. بذاریم قاب عکسه چه شکلیه. Let's go. خیلی استرس دارم. بکنه خوشگل باشه. فقط کجا باز میشه؟ از اینجا. چه صدایی میده. پارش کنم نداره؟ سعی میکنم پارش نکنم. اولین آنباکسینگ منه. چرا انقدر سفت اینو بستم؟ نشستم به در نگاه میکنم. آی سواله براتون، چرا نفس میزنم؟ غذا هم الان رسید، رفتم غذا رو تحویل گرفتم. ولی میریم سراغ این ببینیم قضیهش چیه. اوه ببین چه خوبه. اینو با اینجوری کنی. اینجوری بعد بچرخونی. صدا شما یکی دیگه هم از اینا چه حقه. ذره اسم میکنم خوب درست نشده بچه، ولی این شکلیه. خیلی خفنه. یه ذره لغ میزنه، ببینید یه ذره لغ میزنه، ولی رو دیوار وایسه به نظرم اوکیه در حد خودش. خیلی اونقدر سخت نگیر، ولی چیز خفنی. چرا سخت من این لا نشستم دارم پاره میشم. میریم سراغ وسایل اصلی. خیلی استرس دارم چون ممکنه جنس بعدم برسه دستمون از دیجیکالا. حالا یا تو انبار خراب شن یا از همون اول که درستش میکنن خراب شه. بریم بازش کنیم. از همینجا یه اینجوری میزنیم، اینجوری، و بدونم از این طرف. یا خدا. خب بریم از همون اول شروع کنیم. اول از همه اینا هن. نمیدونم چی هن اینا. اینا آویزن بچه ها. نمیدونم دوربین میتونه خوب بگیره واضح یا چی، ولی اینا از ایناست که میتونی با چسب یا گیره بزنی به یه جا. گلاب کاشونه عروسی اسیجونه. یه سری از این آویزاه که با طرح‌های مختلفه. مثلا این طرح هری پاتریه، یه طرح دیگه است، این باز یکی دیگه است، و اینجا چی داریم؟ اینا باز یه سری طرح دیگه هم، عکسای هری پاتری، و اینجا هم باز چند تا عکس دیگه داریم اینجوری. میدونی این خیلی راضی نیستم ازش. عکساش خیلی بی‌کیفیت گرفته شده. اینو اصلا ازش راضی نیستم. ولی میشه تو دکور ازش استفاده کرد، ولی خب اینکه بی‌کیفیت یه ذره عکساش تو ذوقم میخوره. اگه دقت کنیم یکم عکساش کیفیتی که میخوایمون نداره بچه‌ها. میریم سراغ چیز بعدی که اینجا داریم. اینم یه عالمه از این پوستر کوچولوها گرفتم. این مثل اینکه اونه. بسته‌بندی وحشتناک دیجیکالا رو همش هست. این جنسش بد نیست. این جنس عکس تقریبا جنس کاغذ رنگیه بیشتر، ولی عکس ماننده. یه دونه این پوستر اسلیدرینه که من خیلی ازش خوشم اومد. اینو در حقیقت گرفتم برای قاب عکسم. نمیدونم اندازش بشه یا نه، خدا کنه بشه. این عکس پروفسور اسنیپه که جوونیاشه. خیلی خفنه. اینو به نظرم بیشتر از اون قبلی‌ها دوست داشتم. این یه صحنه است از علامت ولدمورت و اینم هری پاتر، هرماینی و رونالد ویزلی. اگه خوب نشون بده دوربین. نه خفنه، دوست دارم اینو. و اینم دابی بنده خدا. نه چسب این جیزی. اینو خوشم اومد، اینو دوست داشتم. اینو زیاد نبودم. قاب عکسم جنسش خوب نیست اونقدر که باید باشه. گلاب کاشونه. اینو ببین، این چه خوشگله. خیلی خوب. اینجا چی داریم؟ خیلی کوچیکه فقط چیزاش. یه نامه هاگوارتسه که به این شکل باز میشه و به این شکل بسته میشه. به نظرم میتونست قشنگتر درش بیاره. خیلی کرینجه روش. حداقل این آرم قرمزش رو میزدید. دوست نداشتم اینو. و توش هم یه دونه بیلیته. خیلی کوچیکه این. از این خیلی کرینج بود. نه اینو دوست نداشتم. اینو میشه به هوای خود دفترچش گرفتم، ولی اینش کرینج بود. اینو نظریت بهتره. کسی که داری
این ویدیو رو میبینی و تولید کننده اینی. این خیلی کلینجه، اصلا خوب درست نکردی. اینجا یه دفتر داریم خیلی باحاله. این بوکمارک هم اینجایی که خیلی بده. خیلی ایناشو اصلا دوست نداشتم. این با مقوای عادی درست شده، اصلا خوشم نمیاد. اما یه چیزی هم اینجا. این چیه؟ مرسی از اینکه بیگای استودیو رو حمایت کردی. خب بیگای استودیو اصلا خوب نبود اینا تو اصلا دوست نداشتم. اگه میبینی این ویدیو رو اصلا با اینا حال نکردم. ناراحت نشی ولی حال نکردم واقعیت رو. به عنوان مشتری حال نکردم. ولی طرح روی این کتاب دارک فورسز هستش اگه دقت کنی دیده بشه و به نظر جالبه طرح روش. یه حالت برجستگی خیلی ریزی هم داره که بدک نیست. در کل بدک نیست طرح روش. و یه چیز خاص دیگه داره بچه‌ها که من خودم خیلی حال کردم با این و اونم اینه که رنگ کاغذش اینجوریه و خطم نداره. این خیلی میتونه خفنش کنه. یعنی قشنگ مثل چیزای قدیمی درست کردن توشو. میتونستید اینجاهاش هم این کارو انجام بدید ولی نکردید. ولی به نظرم قشنگه. ایده توش قشنگ بود. ایناشو اصلا دوست نداشتم. شکل روش بد نیست. اینجاش اگه رنگش اینجوری بود بهتر بود و کاغذش هم خوبه. خوشم اومد. ایریز باریریز. کارش نمیشه کرد. اینا جلو چش نیستن بچه‌ها. اینا رو میخوای تکون بدم. اینا رو بذارید اینور که دیگه اذیتم نشه. وای بچه‌ها من چند روز دندون درد دارم سرویس میشم. یه اسپری بی‌اس کننده گرفتم زدم به دندونم ولی باز دوباره دردش داره شروع میشه. یه وضعیت خیلی بدیه. خب بچه‌ها اینو برچسبو خریدم چون میتونستم روی کتابایی که خودم دارم این برچسبا رو بچسبونم و باعث میشه که یه حالت خوشگلی بگیره بالاخره اون کتابا. برچسبا رو باز کنیم امیدوارم خراب نشه. حالا این چسبه رو نزن تو رو قرآن. این برام برچسبه خیلی هم ارزون گرفتمش ولی یه سری چیزا استیلینیه دیگه. یه حالتای استیلینی سبز مانند داره. خیلی هم ارزون بود. یعنی قیمت خاصی نداشت که بخوایم چیز خیلی خاصی در نظر بگیریم. اول اینو بیاریم. خب اینجا بچه‌ها بازم از اون چیزا دارم. من کوچیکه فکر کردم این بزرگتر باشه. خیلی کوچیکه. 3 تا از این عکس‌ها داریم که میشه بازم مثل همونایی که اونجا بودن به یه جایی حالا آویزشون کرد یعنی آویزونشون کرد یا اینکه کار دیگه کرد و جنس عکس‌ها بدک نیست. به این شکل هستش. اگه دیده بشه امیدوارم دیده بشن اینا تو ویدیو. و میریم سراغ بعدی. خب میریم سراغ این چیزایی که خیلی به نظرم خوشگل بودن و خریدم و به نظرم جذاب میشن و میریم باز کنیم ببینیم به چیا میرسیم. اولین چیز بچه‌ها یه ماگ خوشگل اینجا داریم. به چه ماگی نایس خوشگله. این پایینش یه ذره پریدگی داره ولی اوکی. پایینش دلو میزنه یه ذره ولی بقیه‌اش اوکی. ماگ اسلیدرین بازم به نظرم طرحش هم بد نیست. هر دو طرف هم طرحو زدم. یعنی دو طرفش موازی نیستن. هستن یعنی این خیلی این طرف باید باشه این خیلی این طرف باشه. اوکی به نظرم خوشگله. یه ماگ خوشگل که نصیبون شد. کلا به اسلیدرین خیلی علاقه دارم. برای همین سعی کردم چیزای اسلیدرین زیاد بگیرم. اگه دقت کرده باشید اکثرش مثلا اینا این برچسبا یا اون پوسترها و اینا اسلیدرینی بودن. به نظرم چیز جذابی بود. بعدی اینا بچه‌ها اینا خیلی باید خوشگل باشن. اگه نباشن خیلی ناراحت میشم و دیگه از دیجیکالا خرید نمی‌کنم اگه بد باشن اینا. سر باز کردنش سخته. دندون درد داره جرم میده. دندونم. خب اینجا ببینیم چی داریم. حس می‌کنم یه ذره زیادی کوچیکه ولی اوکی به نظر من. اونقدر هم نه نیست. چی داریم اینجا؟ به چه چیزیه حاجی. بچه مجسمه اسنیپه. نمیدونم معلومه یا نه. چقدر خوشگله. حالت چشم و ایناش خیلی قشنگ درش آوردن. باریکلا. دوست داشتم کارتونو. آفرین. باریکلا. فکر نمی‌کردم خوب در بیاره ولی خوب بود. دمتون گرم. باریکلا. به نظرم بپیچیم تو همین که نشکنه. و میریم سراغ جنس آخری که گرفتیم و این احتمالاً باید مجسمه بزرگ مرد هاگوارتس باشه. یعنی آلبوس دامبلدور. بازش می‌کنیم. خدا کنه خوب باشه. دلمو نزن تو رو خدا. اوکی و not bad. اونقدر بد نیست. نه مجسمه دامبلدوره بچه. مشخصه راحت. مجسمه دامبلدوره به نظرم خوبه بدک نیست. یه جاهایش یه ذره خوردگی داره حس میکنم ولی در کل اونقدر معلوم نیست و جالبه ولی اوکیه. اینم از مجسمه دامبلدور میذاریم سر جاش به این شکل و میره توی جعبه جونش. این از این. حالا تا شما دارید سابسکرایب میکنید من باید برم تخته ها رو وصل کنم به دیوار و شروع کنیم کم کم وسیله ها رو توش بچینیم که قرار خیلی خفن بشه. باید برقش هم وصل کنم چون از این LED ها گرفتم نمیدونم قشنگ بشه
یا نه. حالا اگه قشنگ نشد میریم سراغ یه LED دیگه، ولی به نظرم وصلش کنم بعدک نشه. پس شما برید یه حالی با خودتون بکنید، چنلم سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم تا لایک میکنی و یه کامنت هم میذاری، منم برم اونا رو وصل کنم و بیام. فعلا وقت تموم شد. چون من بعد از پارگی‌های زیاد بالاخره انجامش موام چرا شلخته است، بالاخره انجامش دادم و اینجا رو اوکی کردیم که الان میریم بهتون نشون میدم و دکورا رو باید برداریم بیاریم بچینیم توش ببینیم چی در میاد ازش. اوکی. خب بچه اینجا یه دونه شلفه و اینم چیزشه که البته هنوز نچسبوندیمش، اینجاش باید پیچ بزنیم ولی موقتا یه چسب میزنیم فعلا اوکی باشه. اینجا هم یه دونه شلف بزرگتره، اینجا دیکشنری زیاد اهمیت نداره، احتمالاً بذارمش اینجا. و اینم تابلوه که منو توش میتونید ببینید. سلام. آره این تابلوه همون تابلویی که بهتون نشون دادم، خدای خوشگل شده. و حالا میریم همه وسیله رو میچینیم روش و ببینیم که چی در میاد ازش. بچه‌ها اینم بهتون نشون بدم، اینجا ادیت کردم، من رندر میگیرم، نمیدونم چرا خواستم نشون بدم ولی آره. خب بچه‌ها قبل از همه من این کتابا رو اینجا 2 نسخه دیکشنری دارم، اینا رو دوست دارم بذارم و دوست دارم به این حالت بذارم که این پشتش اینجوری معلوم بشه. نظرتون خوب میشه؟ و مشکلی که هست نمیخوام این چراغا رو کجکی کنه و الان داره درد سر میشه برام. بیاید امیدوار باشیم نیفته، بیفته خیلی بد میشه آجی. این از 2 نسخه کتابی که داریم، نمیدونم خوبه جاش، استرس افتادن این دوتا منو گرفته. اینجا کتاب داستان داریم، کتاب سینوحه هستش. سینوحه اگه نمیدونید کیه، پزشک مخصوص فرعون بوده، یعنی اون زمان. البته جلد دومشه، این جلد یکیشو ندارم در حال حاضر. باحال میشه، بد نمیشه. میتونستم اینجا هم بذارم ولی خب باید تکیهشو بدیم به یه چیزی. این لوله به نظرم تکیهگاه خوبی میتونه باشه. اینم بچه‌ها رباعیات خیام، من شعر کلا خیلی دوست دارم. معمولا اگه منو بشناسید میدونید شعر زیاد مصرف میکنم، البته بیشتر تو اینترنت. این کتابا رو از بابام قرض گرفتم، یعنی اینا رو کلا از بابام گرفتم، ولی خب این بیشتر سلیقمه، چون این که تو ترنسلیت میزنی یه دقیقه انجام میشه، اینم که یه جلدش نیست، بنابراین این فیوریت منه. البته اینجا هم یه سری کتاب دارم بچه‌ها، ولی خب نمیخوام فعلا وارد قضیهش بشیم، فعلا همین اینجا بسه. بچه‌ها اینجا یه ساعت شنی، یه یادگاری از بابام گرفتم، یه دونه اینو داریم، ساعت شنی 5 دقیقه هسته و این ماگه هم از قدیم داشتم، یعنی موقعی که خوابگاه میرفتم از این استفاده میکردم. فعلا این اینجا باشه، بعد یه برچسب میگیریم میذاریم روی این، یعنی برچسب که داریم میزنیم یه جاش که حالت داشته باشه و اینم اینجا میذاریم. فعلا میریم سراغ وسیله خودمون. خب این ماگ استیدرینمونه که به نظرم میتونیم بغل این ماگه بذاریمش و یه همچین حالتی مثلا داشته باشم، اینجوری همچین چیزی. اینجا هم اگه برچسب استیدرین بذارم باحال میشه، به نظرم شکل و شمایل خوبی میگیره. هرچند که میتونم مثلا اینوری هم بذارمش، مثلا یه همچین چیزی هم میتونه باشه یا حتی اینجوری. و این قاب اکثر رو اوکی کردم، اینجا عکس اسنیپ و هرماینی و هری پاتر رو گذاشتم. به نظرم اینو بذارم اینجا بدک نشه، فقط اگه خوب وایسه که عالی میشه. نظرم همینجا صاف وایساده، اگه یکم کج‌تر میشد بذاریمش عالی میشد. اصلا بیفته آجی، خیلی ترسم از اینه که بیفته، نمیدونم نظرتون میفته اینجوری؟ اوه چقدر لاکچری شد. تو زندگی من لاکچری نبودم. میتونم حتی این کتابه رو بذارم، یعنی این دفترچه رو بذارم این پشت، یه همچین چیزی قشنگ‌تر شد. بابا اسی سلیقه، بابا کی بودی اسی، بابا کی بودی اسی، کی بودی اسی. اینجا یه چیز خیلی خیلی خطرناک داریم، یه چیزی نیست جز مجسمه هامون. اینا رو واقعا نمیدونم چجوری بذارم که نیفته، به نظرم باید زیرشو چسب بزنم، ولی اینا باید این بالا باشن. مجسمه اسنیپ و اینم مجسمه دامبلدور. خیلی ناراحتم، اونقدر معلوم نیستن اونقدر که باید، ولی قشنگ میشن. و اینم میتونم اینجاها بذارم، باید یه چیزی بذارم اینو بپوشونه. این مثلا اینجا کتابه پوشونده، میتونم یه دونه مجسمه ها رو بیارم اینجا، این ماگا رو ببرم بالا. نظرتونه؟ ببین یه همچین چیزی شد. اینجا آلبوس و 2 ماگ و اینجا اسنیپ به نظرم اینجا جذاب‌تر شد. خب برم یه ذره خرت و پرت اینجا اضافه کنم تا ببینیم این چی در میاد. خب بچه‌ها دکور اینجا هم اوکی شد و یه همچین حالتی درستش کردم. به نظرم جالبه، به نظرم اوکی. این پشت عکس‌ها رو گذاشتم، اینجا که ساعت شنیمونه، 2 پوستر اینجا گذاشتم، 2 ماگ و دامبلدور و اینم بلیت سکوی 9 و 3/4. اینم که تابلو، اینم این پایین. جی جی. حالا وقت اینه که چیکار کنیم؟ برق اتاقو میخوام خاموش کنم، بعد این RGB که نیست، چی میگن به اینا، LED های پشت رو روشن کنم. اما هیچی نمیبینیم. الان لولو میاد میخورم.
بچه نظرتون چیه؟ به نظر من که خیلی خفن شده. Let's go.